یه دونه فرمول میخوام بهتون بگم اینو داشته باشید. خودتون از این به بعد خواستید طلا بخرید، با این فرمول حساب میکنی که طلای آب شده حباب مثبت داری یا حباب منفی، بخرم یا نخرم. فرمول اینه: قیمت هر اونس طلای جهانی رو تو گوگل سرچ میکنی، قیمت اونس جهانی طلا میاد هر چقدر بود، مثلا $4200 میذاریش بالای کسر، ضرب در دلار میکنی. دلار چند درصد؟ 12500 تقسیم بر 31 ممیزه 1 میکنی. عددی که به دست اومد و ضرب در 0.75 هر اونس طلا بچه‌ها تقریبا 31 گرمه. ما با تقسیم اونس بر 31 هر اونس رو به 1 گرم تبدیل کردیم. اونس جهانی طلا طلای 24 عیاره. برای اینکه بکنیمش 18 عیار ضرب در 0.75 میکنیم. عددی که به دست اومد اگر تو بازار طلا گرونتر از این بود یعنی طلا گرونه. اگه طلا با عددی که به دست آوردی پایینتر بود رفتی طلا فروشی، یعنی که الان طلا جای خوبیه، نسبت به ارزشش ارزون.